دقیقاً برج خلیفه پیش از این باد کده پیش از این که این طبیعیه خلیفه را میدونتم نمیده انسان جور کده اگر ترکیه خبرش نکیره خم یک جای ما فیلم عثمان دم اینج کار نه اوه 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 چیه گاو مه سیکو آه با خدا سلام علیک جور هستین و خیر لذت ببرین با اجازه میدونم که خطرناکه اینجا اگر کلاه در سر شما باشه دوستا بالا سعی کنی شاید کلاه سرت بفته بالا یار همی چند صد متر باشه دم ارتفاعش اینجا که بود بابور بیادر در زمان حکومت خود سگای خورده این منطقه بسته میکرد دم اینجا اگر در فیلم های هندی دیده باشین بعضی صحنه‌اش که دختر فیلم یا بچه فیلم جنگ نباز زمان یک باران اینی باران اگه ببینن دیگه همیشه این شاید همون صحنه را اجرا کنه رفیق جور هستین؟ از کجا این شما؟ از کجای غزنی؟ از کجای غزنی؟ او بیشتر والا اینا یک هم ولایتی هم پیدا کنیم ما از ولسوالی قره‌باغ تو از کجای جغتی؟ او در ترگان اینی خمیش مسئول نه جان جوره صحت خوبه و خیری؟ چکرم دین؟ قزمه یک جای مرین شما یا نه؟ بریم مخ وسایل کل چیز آوردیم خودشون عقل سالم دارن نمه اینجا یگان گردشگر که عقل خزدیستی دمه اینجا خسته شده یا وقت آمده سلام علیک جور هستین؟ درهای سخت العبور پیش رو داریم خب یعنی که در آبشار هنوز نرسیدیم یعنی 250 کیلومتری دره قرار داریم خب و در 360 کیلومتری انشالله در آبشار میرسیم خب دوستا حرکت کردیم بخیر یک دو دقیقه ششتیم دیگه پس امروزی منطقه ویدیو رو شروع کنیم چرا که میخواهیم در آخر زیر ویدیو ختم نشوه و شما هم ببینین که خوب طبیعی و بدون از یک ویدیو رو ما کات کنم میخوایم یک ویدیو بگیریم چرا که میخوایم بر خودم ثابت شوه که در این حالت که ما میایم نه تیز نه امیت آستا چند دقیقه ما در آخر دره میرسیم سلام علیک جور هستین و خیر لذت ببرین با اجازه دوستا بچه‌ها دوستا و اندوالا زیاده از ما 9 نفریم باز وقتی که اونجا رسیدیم هر کدامش معرفی هم خواهد شوین و برای هر کدامش یک تجربه هم حاصل میشه و یک چند سوال جواب هم مونیم از یا که چی رقم بود مسیر راه خوش آمد نامد و یکی ما در اینجا آمدیم چند نفر تصمیم داشتن که دیگه جای برد باز یک دو سه نفر اینجا راه بلد بود با مشوره دادن شما باید اینجا بریم چرا که اینجا خیلی دره زیبایه در بودای بامیان در شهر در مرکز خیلی کسا رفته اینی تا جای کس نرفته ما زیادتر امز جای طبیعی خیلی خوشیمه عکاس ما رو هم ببینید نام خدا رفعی هر عکاس اینجا عکس گرفتم نمیتونه با جز این میرخم عکاس ها خیلی تایت مجهز و امروز ما دوستای خوبی دیگه شد که از عکس گرفتن خلاص هستیم امروز عکاسی را دادم برای بچه مامایم برای فرید جان انجینیر فرید جان خود ویدیو برای شما میگم دوستا تقریبا چند ماه میشد 5 ماه میشه که ما مصروف کار و زندگی و روزگار بودیم ویدیو نگرفته بودیم و اولین ویدیوی ما بعد از چقدر راه و در این ویدیو بازی تا یک جای آمدیم که خیلی خوشایند خواهد بود برای شما و ویدیو رو تا آخر دنبال کنیم چرا که دره براستی زیبا است ما خود ما کس دوستا از ولایت غزنی ولسوالی قره‌باغ هستیم اونجا یک دره به نام دره نیخته که ما سراب نیخته یا سیدو سادات مردم سادات این زندگی نه که یک دفعه ویدیو گرفتیم اگر در چینل دیده باشین باز لینک زوره در زیاد از این ویدیو دیسکریپشن هم میلم میتونیم ببینیم این جای ما اونجا خیلی بیروبار میشه مردم زیاد میه ما خبر نداشتیم که از او کدام جایای زیباتره این ویدیو را اگه ببینین شاید یوتیوبرها مخصوصا کلشی طرف به از این گزارش در یک نوع ویدیو بگیره دیگه از ما یک ویلاگ فقط مشکر روزمره ویدیو میگیریم و اگر خواستین بیشتر از این
ویدیو برایشون بگیرم دوستا. چینل ما را سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما را لایک کنین، کامنت ها و نظرات شریک کنین. از ما گزارشی نیست دوستان عزیز، ما مسلک و تخصص ما اینیه که گزارش تهیه کنیم یا مستند. فقط روزمره ولاگ میگیریم و برای شما همکارای روزمره شریک کنیم. یکی از نمونهش اینمی ویدیوست. شاید این ویدیو از یک ساعت هم زیادتر دوام کنه، خاطر از اینکه درر تا آخر باید بریم. چه رقم شد؟ مانده شدین؟ نه اینجا نه، مریم بال تا آخر داوشار میرسانیم خوده. داوشار مریم اینجا تازه ما 15 دقیقه رام دیم، 20 دقیقه 20 دقیقه را مشک رام دیم. حداقل یک 40 دقیقه دیگر هم باید بریم. یه تو از اول کارت خلاصه. تو دیتا جای باید نه است، تو که دنی وشتوک خیلی تایده. اگر بارت گرنگی کده بار تو تقسیم کو، فقط خود تنها بیار خلاص. بایگ چی رقمه ده؟ بایگ از ما جای نمیشه که یک جای کنی؟ چی کو؟ فرش کاش که میگرفتی از یحیی مامایی. فرش سبوکه. اگر ده بین او دیگه چی رقمه است آقای خواری؟ انت باز ده بین او باید بریم یا نه؟ بسیار درهای سخت العبور در پیش رو داریم. خب یعنی که در آبشار هنوز نرسیدیم. تقریبا 250 کیلومتری دره قرار داریم. خب و در 360 کیلومتری انشالله در آبشار میرسیم. خب این با خاطر از این میگه که صوفی ناومی چه همینجا بیشه میتونی توی همینجا تقسیمی خود بگر یک دونه کچالو تا قاق کو. اگر خسته شدی میتونی که کلی موتر را بگیری برید موتر خواهی شوی. ما مریم، ما برای شکرم دیم. چطور؟ اگر میخوایی که نه این اینجا بیچی سه چهار دانه کچالو تا قوخ کو قلخین اونمو رو بزن خوشین منج تا که ما نمیدیم. ما در سفر ادامه میدیم. شروع بخیر، حرکت بریم استا، بریم بخیر. ما رفتیم. او مزاق نو بچه صوفی بسیار بچه ساتیره. حالا امو رقم نه که ما را اذیت کنه دیگه از پشتر ما میایه. بخیر شما ویدیو را همراه ما دنبال کرده بریم. فرض کنین خودتان در داخل ویدیو این دوستا اونمو رقم یک ویدیوی طبیعی و ساده برای شما میگیم. یک مشکل است که اگر خدا نکنه چارج کمره خلاص شود و دیگه باز مشکلات اینجا نه کدام چیزی برخه و نه موتر هیچ چیز اینجا نمیتونه. باز یک خوبیه که نمی چیه تریپود این خوردک هسته، یک پاوربانک هم در خود داره که ما اونو را در کمره وصل کردم و کمره ما هم کسته 19% چارج. خوب است 2 دانه بطری اضافه داریم. انشالله این سفر را به آخر خواهد رساندیم. جان اینجا که بود بابور بیادر در زمان حکومت خود سگای خورده این منطقه بسته میکرد. در اینجا؟ خواهی را وقت های دیگه وقت های اینجا سگای خورده این منطقه میشت محافظان از دره. جالبه دوستای عزیز. فقط که امروز راهی که ما آمدیم راه داره دیگه دراز دید جای دیگه کس پایین شدن نمیتونه و این قسمی کمی دوست ما گفت اگر راست باشد تو جالب، اگر نه خیر است برای ساتیری شاید گفته باشد. چرا که از بامیانه خودش کم کم معلومات داره. ما از یک ولایت دور اینجا چکر مونیم و ما کوشش نیم که یک نفر بامیانی را اگر خدا که پیدا کردیم در ختم دره اونجا میگه که چند خانه هم شاید باشه. باز انشالله بعد از او یک مسابقه که خورد داشته باشیم شاید که ما کمی معلومات بده در مورد از این دره. سایکو قهرمان ما چی رقم یک گشتار نه برا امروز باید از کلگی که در تو تایت باشی. ما رسل کو از یک دیست ویدیو میگیریم از اول دره که ما شروع کردیم قصه را گپ زده رفتیم تا اینمی منطقه ما مانده نشدم. تو که فقط بارت هم سبوک بایگم در پشتید طبیعت گرفتم ده مانده شدی ها. دوستای عزیز یعنی اینجا پیش از مام در روزای کس حتما تفریح
زیاد هم ده، بخاطر که آثارش هست. نمونه تربوز همون زیاد بود، خوردن انداختن اشغال یایش. بهترین یک جای تا به حال در این رقم یک جای ما نرفتیم. اولین دفعه در عمرم در این رقم یک جای. افغانستان ما و شما تا جای هم داشته، ما و شما غافل. یه دقیق نامش خبر دارم که بابور دره، دیگه نمیفهمم که در کجا مرایی. آها میدونم که خطرناکه. اینجا اگر کلاه در سر شما باشه دوستا، بالا سعی کنی شاید کلاه سرت بفته. اینو بالا یار همی چند صد متر باشه دم ارتفاعش. انشالله 1000 متر گپ نیست. 1000 متر شاید 1000 نخواد به ات سایکو از باین از سنگام اومه ارتفاع ازی خود جالب اینجا که چطور دالی نه کدام تلویزیون نه کدام یوتیوبر در اینجا نامده یا آمده ما ویدیویش ندیدیم. این خیلی جای دیدنیه دوستا. این گاز هم یک چند دقیقه ما بگیریم. این یک گاز هم اضافه شد سر ما. بار ما امروز خیلی سنگینه. چند کیلو گاز پر کردین؟ باید کم مینداختین یک حداقل. این پر کرده ایره؟ 3.5 کیلو؟ وای مشوره را تو به خیالم داده کار زده. مدیر مالی ما یک کم ذره کارش خرابه. 3.5 کیلو پر نه در دره که 1.5 ساعت 2 ساعت را باید بری. خدا رو شکر که نفر زیادیم. خب اگر کم مو بدیم این سودا و وسایل گرفتنش خیلی سخت بود. اصلا غیر ممکن بود. واقعا نه از ما کدام نفرها بیشتر اومده. شاید دوستا ما بریم بسیار دوستای زیادی در بالا باشه. بالای 1000 نفر شاید در دره باشه الان. روزای عید اینجا چی رقم شروع بوده باشد؟ روزای اول دوم عید. این روزم بسیار دیگه بار بود جایتان خالی. ما تنهایی آمدیم دره امنیتش بررسی کردیم. دیروز تو تا آخر دره رفته؟ تا آخر رفتیم. تقریبا تا 250 کیلومتری داره. اوه یک دیگه گاز هم مرا بدی شما بسام عرقای ما رو بکن. دوستای عزیز ما ویدیو را از اول شروع کردیم، گفتیم امروز طبیعی ویدیو میریم کلا دره رو بر شما نشان میدیم و یک ثانیه هم از ویدیو کارت نخواهد شد. کم برسیم بخیر در یک منطقه ای که اینترنت کارت بیه مستقیم آپلود نیم در یوتیوب و تعهد ما میه هر مذاق و هر گپی که در بین ما شده کلا باید در ویدیو باشید. خودش یک تجربه. اینه دوستای ما شکر خسته شده یا وقت آمده. سلام علیک. جور هستین؟ خلاص شدین بخیر؟ یعنی رفتن دوستا دیگه چاشت روزه. ما طرف دره مریم و این مردم نان خود خورده پس رفتن. آقای خاوری باز همه مردم از یک اولنگ در این دره میشه خود مردم میایه یا نه فقط کسایی که توریست یا چی میگه یا از منظره خوش میایه یا طبیعت گردی نمیایه یا مردم هم میایه؟ آقا جان کلاس خودشون عقل سالم دارن نمیایه اینجا. یگان گردشگر که عقل خزدیستی نمیایه اینجا. یگان توریست یا گردشگر یا یک سیلبین یا یک کسی که مثل ما و شما و شوقی باشه. شوقی چی عقل خزدیستی داره؟ یعنی این قدر خسته شده؟ مردم یک اولنگ زیاد میایه. البته فامیلی نمیایه چون جاده ها رو میبرد. اوه چیه گاو میایه؟ سایکو آه با خدا جالبه. یعنی میاد شاید از یک اولنگ باشه. رفیق جور هستین؟ از کجا این شما؟ از کجای غزنی؟ از کجای غزنی؟
تجربه شرمال یعنی یک ولایتی هم پیدا کردیم. ما سوال قره‌باغ توس کجای جهتی؟ او در ترگان یعنی خو میشناسم نه جان جوره صحت خوبه با خیری چکرم دین قزمه یک جای مرین شما یا نه بریم مخ وسایل کل چیز آوردیم خب رفیقای درا خب با اجازه دوستان اندوالای ما بود او شاید قدر ساران وال عتیق از یک جای باشه عتیق سلطان بنیادی نه و رفیقای ما بود و هم از جغتویه این اندوالای از وا بود یعنی یک نفر از ولایت خو و از ولسوالی جغتو پیدا کردم باز نگی که غزنیچی ها شوقی نیه آقای خواری مستری صاحب ما را خو بخی دیگه عرقای بیرون شده باید یک آوامزی یک نوشیجان کنیم از یک جای خوبتر دوستا ما در روزا کسته زیادتر ویدیوی آقای سروری و از مهدی جان احمدی رسیدم خیلی خوشم میاد چرا که وام همیشه نمیت یک ویدیوی طبیعی میگیره بدون کدام تغییرات آوردن نموت ساده بسیار نموت خوب ما هم امروز تصمیم داریم امور هم یک ویدیو بگیریم سعی کنین این درره انجینیر صاحب اگر اینی درره یک دفعه قد کمره زوم کنی ویدیوی کوتاه بگیری جالب نمه خیلی جالبه غزنیچی های خیلی پیدا کردیم من از جغتو دوستا چقدر جای زیبایی اگر ما واقعا در نگوییم گناه است به خاطر از که میبینین 5 نفر از دوستای ما هر کدامش کامرای خبر کرده ویدیو میگیره از اینجا به خاطر که خیلی جای جالبه واقعا جای دیدنیه یا افشاره خیلی که خیلی واقعا دیدنیه الان وقت شد اگر ما یک دفعه تا اونجا ما رفتیم از اون طرف که آمدیم در برگشت خواهد اونجا هم خواهد رفتیم در اون منطقه انشالله زیاد خسته باشیم این منطقه بسیار بالایش زیاده خب یک چیزی که ما امروز خیلی جالب بود بریم دو دانه غزنیچی دیگر هم دید والله بسیار یعنی که این دره خیلی مشهور دره کسایی که مثل ما و شوقی اینجا میه نه آقای خواری؟ بله باز نگی که غزنیچی ها شوقی نیه شوقی نیه دیگه تا دیدیم در پایین دره قنداری ها آمده بود مجاهدین این از قندار در این منطقه از جند قندار جند قندار بود خب کینگای قندار هم آمده بود بیادر امرای چوپک خود بریم بخیر؟ بخیر بریم دوستا دیگه ویدیو را دنبال کرده برین و آخر ویدیو خیلی جالب خواهد شد دوستان آفتان همونه که صحنه‌های جالبتر مانده هنوز چرا که مسیر راه فعلا هنوز ما چیزی از راه نرفتیم آقای خواری یک مشکل شد که ما باید از فیلم بردار دو دانه مایگه میگرفتیم خب یک مایگه در یک دوست ما قصه میکرد نوبتی یک مایگه ما چرا که یک نفر قصه و گزارش دادن برش سخته نه ما از منظره کده در قصه خیلی خسته شدیم و دوستان دیگه از این زیادتر ما گپ نمیزنیم شما از منظره لذت ببرین ما ویدیو گرفته میریم فقط صحنه اساس رسید باز یگان قصه یگان داستان تعریف می‌کنیم آقای خواری به خیال مینزین چی سیل هم ده سیل می سر بهار که برفا او میشه از این منطقه سیل می سنگام بسیار کنده میشه خطرناک هم است نه؟ اگه یک ما زودتر از این وقت بیاییم این منطقه بسیار خطرناک است ریزش سنگ داره بهترین وقت برای دیدن این منظره همین زمانه امروز تاریخ چنده؟ 21/2/14 تاریخ 21 عمل سو جوزا ها؟ 21 جوزای 1404 دوستا این ویدیو نشانی باشد ما اینجا چکر میدیم و انشالله در بامیان چند روز دیگر هم هستیم از دیگر جایهای دیدنی بامیان هم باید ویدیو بگیریم نه آقای خواری؟ از این که در دره زیباتر هم داره بامیان؟ بله انشالله هست کدام دره؟ دره فولادی هم هست منطقه کنک میگه دره کنک
او طرف میریم از این سرک پخته کولنگ از این طرف. از این طرف از این طرف خورده بسیار جای دیدنی داره. باش کمی. همین مامایم به خیالم خیلی خسته شده. طرف ولسوالی پنجاب که میخوایم بریم سیادره میگه یک منطقه را. سیادره بسیار جای دیدنی داره. همین حالا منفر قسم کرد نه؟ سیادره. زیادی داره بامیان هر درش یک منظره. علی سینا جان ویدیو را میبینیم فکر کنین احساس کنین در چین هستیم. فکر مثل طبیعت چینه. سعی کنین. باش که امروز یک شاهکاری از فیلم بردار و عکاس جدیدی ما که ببینیم چی خواد گرفت. یک عکس جالب بگه. حساب باش که یک عکس میگیره. انجینیر صاحب اینی یک چیز خیلی جالب نیه؟ اگر کمره دور بدی شاید بتونه بگیره. دوستا اگر اینی رقم بگیریم شاید نه. غیر از خیلی خواهش بلنده. جالب جایه. اون از در ما بالا مودیم دیگه. حالا دیگه دوستای ما نیست دفتر نیست که دیگه با خیر حرکت نیم. مستری جانم دیگه یک از ویدیوها گرفت نام خدا که بیخی زیاد. سعی که چی بخوام یک جایی ای. دوستا در این وقتا یوتیوبرها خارج خیلی زیاد میان چرا که فصلی خیلی خوبه. نه هوا زیاد گرمه و نه زیاد سرد. دوستای عزیز یک دمراسی 2-3 دقیقه داریم. دمی فرصت با زندگان رولای ما رفته میگه ما عرق کردیم یک هاو بازی مونن. نه برین یک هاو بازی کن. این یک وقفه کوتاه بود دیگه کلگی گرمم ده با می خاطر یک هاو بازی کنن عرق کده. باز بخیر یا 2-3 دقیقه دیگه یا 4 دقیقه دیگه اینجا هستیم باز حرکت نیم دوستا. ویدیو رو شما تعقیب کرده برین پیش میریم. او خیلی یخه چه یک جای جالب است ای به خدا. اگر ترکیه خبرش نگیره خم یک جای ما فیلم عثمان دم اینجا کار نه. خیلی جالبه. هر طرف که سعی کنیم دوستای نمیتونه بیادمی ما رو دوستا ببخشین ولی چاره نبود دیگه. بریم دیگه حرکت. یک موتر باری خود یک یخ کردین ماشین ها. بریم بخیر. دیگه حرکت. سفر ما بخیر شروع شد دوستا. باز ما اینجا یک دقیقه سرسنگ شدیم خسته شدیم دیگه. این حال بایک رو پشت منیم بخیر دیگه را حرکت کردن میریم بخیر طرف بابور دره و ختم دره را دیگه باید ویدیو را ادامه بدیم و شما هم دوستا ناجوانی نکنین ویدیو را تا آخر ببینین که خیلی جالب دره ای و ما کوشش میکنیم که ویدیو را خوب متک صحیح ویدیو برای شما بگیریم طبیعی زیبا و بسیار با کیفیت بالا دوستا. ویدیو رو ما گرفتیم 4K شاید کیفیت تصویر خیلی بالا است اما در ایدیتش دوستا ما شاید اذیت کنه. به خاطر از اینکه شما از این منظره و از این طبیعت لذت میبرین ما حاضر هستیم که حتی 5K ویدیو بگیریم دوستا. کمره ما تا 5K یا 5K هم ویدیو میگیره 60 فریم یا 120 فریم هم دیگه. ما اینال 4K 60 فریم گرفتیم. باش که دوستای ما عکس میگیرن مزاحمش نشیم بخشش باشه دیگه. گاین دیگه ما رفتیم. اوه یعنی را فراموش نکنیم باید برای شما ویدیو بگیریم. باش دوستای عزیز یک دفعه کامرا را که گرفتم باز ببینیم خود شما. سعی کنین اینی را بگر دایست که چند متره چی رقم گاومه از اینجی کن آفشور طبیعی یاره سرعتش خیلی زیاده مرمی وری تیز میاو سایکو ما دیره زیاد در روی جانم کار دا پست کنه اینه سبوتایشی بسار او تیزه یاره همی 1000 متر
تقریبا یا نه 100 متر میامید. اوه اوه 800 تا 900 متر. دوستا شما ببینید چه رقم یک جایه. یک ویدیوی خورد واقعا برج خلیفه پیش از این بد کده پیش از این که این طبیعیه. برج خلیفه را میدونتم نمیده. انسان جور کده آه. ایره خدا جور کده. آه. یعنی که خدا قوی تر از او جور کده نه؟ دوستان مذاق نیم خفه نشین، خداوند قدرتش در کلگی معلوم است دیگه. دوباره پیش از این سنگ خالیگاه بیا از تو دوی یک دفعه بریم. وای وای دوستای عزیز قدرت خداوند است دیگه. خدایی که فکر که مثل ورودی یک غار تمام دنیا را خلق کرده. ببینیم که چی چیزای طبیعی جور کرده. وای وای نزدیک بود گفته استاد عبید. اینالی ما یک دانه رمو که نه این خالیگاه پشت سنگ در اثر مرور زمان که آمده. یعنی پشتش خالیه نه؟ بله خیلی او تیز می ترکت ماره. باران میخواه که باران نیه اینجا بیایه. باران طبیعی هر موقع سال که بخواه اینجا باران داره. دوستا خوب است که کمره ما هم زیدی اوه اگه نه او خیلی زیاد آمد سر کمره. واقعا او زیاده نزیل که بگی عبید جان. یعنی باران طبیعی 24 ساعته. ها؟ واقعا اگر در فیلم های هندی دیده باشین بعضی صحنه‌اش که دختر فیلم یا بچه فیلم جنگ نباز زمان یک باران اینی باران اگه ببینن دیگه همیشه این شاید به همون صحنه را اجرا کنه. این جالب او مثل باران جور میشه دوستا. این کم هم نیست که کم باشد. شاید چند اینجا خواهد شد همی آخرش 3 اینچ. اگر آدم بخواهد سر از این تپه بال شود چی کار کنه به نظرت؟ سر از این تپه باید آخر از این دره را باید بری بالا. خب سر از این تپه بالا شد بسیار هوار است. سر از این تپه بسیار صافه. و ما و شما اگر بخوایم بریم در چند ساعت دیگه بتونیم در سرمزی بال شویم؟ شاید امشب تا ملازان بتونیم واقعا. واقعا بالا شویم سر از این تپه. ملازان ملازان شام میتونیم بریم. خب ما تو دیگه در سفر ادامه بدیم. دیگه دره دور و دراز نمیشه که از در منطقهش بالا شوی. از جایی که راه داره بالا شوی واقعا تا شام میتونیم. دوستا کمره ما تر شد باش که ما پاک کنم یک دفعه لنز شه که بتونه ویدیوی صحیح تر بگیره. شما دیگه ویدیوی ما را دنبال کنید. این چقدر یک زیبا جایه ای. اما آوا که میبینی فکر کو که از اونجا تندور روشن کرده بگی دوده نه؟ او صورت آوا در مشکلات خورده گاز گرفتن در بین دستمال بندازن دو نفره بگیره خو نشد. همیشه خدمتگزار از یک کشور باشیم، قربان از یک کشور شویم، متوجه باشین که مسافرت نکنیم. چون بهترین نعمت خدا در مملکت خود ما در افغانستان است. بهترین جای، بهترین گردشگری، نان و نعمت که افغانستان داره هیچ جای دنیا نداره. بیشک به خدا. یا نه خدا یارت نه وطن دوست. دیگه دان از این کمره را بگیرید دوست ما. چطور است وضعیت؟ وضعیت نداره.